الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 104 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به عبادت دارد به شما بیان خواهیم کرد. برادرانم و خواهران موحدم، در حلقه گذشته به شما البته معنای توحید و معنای عبادت و شروط عبادت و رکنهایش بیان گشت. حالا باشد یک چند موضوع دیگری که تعلق به عبادت است بیان میکنیم. ترک عبادت. باید بدانید که عبادت های هست که ترکش کفر است و انسان وقتی که این عبادت را ترک میکند کافر میشود. به مانند توحید. توحید بزرگترین عبادت است که وقتی که انسان عبادت توحید را ندارد یا ترک نموده است یا از توحید در جهالت مونده و توحید ندارد، پس این به کفر واقع شده، کافر است. یا که ترک نماز، ترک الصلاة عمل است لیکن ترکش کفر است. عبادت است، ترکش کفر است. اما بعضی از عبادت های هست که ترکش کفر نیست بلکه محرم است، حرام است. به مانند بعضی از فرض ها و واجبات و بعضی از ارکان که انسان به مجرد ترک کردنش یک بار کافر نمی شود. کسی اگر بگوییم ماه مبارک رمضان را ترک بکند از سبب سهلنگاری، البته واجب بودنش را بداند، انکار نکند اما ترک بکند، یک بار ما این انسان را تکفیر نمی کنیم. یا که کسی واجبات را که در گردنش هست ترک بکند، پس عملی که ترکش کفر است، عبادتی که ترکش کفر است، خیلی که به شما بیان کردیم، توحید و نماز و البته اگر مختصرا بگیم اصول ایمان، مسائل اصول ایمان، توحید، ترک شرک، الولاء والبراء، الكفر بالطاغوت و عدم الامتناع والتولي و اقامت الصلاة والزکاه. این اصول ایمان 6 عملی که ترک کردنش البته کفر است و صاحبش رو کفر میکند. اما ترک کردن بعضی از عملهایی که گناهی انسان بزرگ میگیرد یا که دست زدن به بعضی از محرمات که ترک کردنش واجب بود اما بنده دست میزند گناه کبیره و البته که به گناه بزرگ دست زده است، ترکش از واجبات دین بود اما این انسان به کفر واقع نشده است. و بعضی از عملها و عبادت‌های هست که ترکش مکروه است و انسان به او به عقاب گرفتار نمی شود. به مانند ترک بعضی از مستحبات رو انسان ترک کند، البته که به عقاب به جوابگری کشیده نمی شود. پس بدانید هر کسی که عبادت رو بالکل کاملا ترک میکند، این چنین انسان کافر است و کفرش کفر استکبار و ابا است. مناط کفرش یا مناط تکفیرش استکبار و ابا. نمودی کفری که به همون نمودی کفر شده است، کفر استکبار و ابا است. چخیلی که ابن القیم الجوزی رحمه الله در طبقه 17 بیان میکنند. و البته الله سبحانه و تعالی در سوره غافر آیه 60 گفته است: ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. همانو که هر کسی که از عبادت من کبر بکند، استکبار بکند، ابا بکند، سربکشی بکند، بداند که زود است که به جهنم همیشه داخل میشود. استکبار یعنی از سبب کبر، از سبب سرکشی ترک کردن عبادت الله سبحانه و تعالی. پس بار دیگر تکرار میکنیم، عقیده اهل سنت و الجماعت این است که میگویند هر کسی که جنسی عمل رو ترک میکند این کافر است
به کدام نمودی که کفر واقع شده است؟ به کفر استکبار و ایبا، کبر کرده و سرکشی کرده تمام عبادت رو ترک کرده است. نه نماز دارد نه یگان عبادت دیگر دارد. البته که وقتی که نماز ندارد تمام از اصول ایمان نماز رو ترک کرد و کافر شد. و امروز زیاد هستند کسانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگویند و بعد از این میگن که دل پاک باشد، شد دل ما پاک است و یگان عملی رو نمیکنند، اما بر ذم این تمام کارهای گناه رو انجام میدهند، تمام محرمات رو انجام میدهند. آیا این چنین انسان ها به گفتن مجرد یک لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان هستند؟ نه، مسلمان نیستند، کافرند، برای اون که عمل رو، جنس عمل رو ترک کردند، عمل رو بالکل کاملا ترک کردند. و به همین آیت واقع شدند که همون کسانی که استکبار میکنند از عبادت من زود است که به جهنم من داخرین یعنی صاغرین، شرمنده و شرمسار داخل میشند. پس در اینجا جزایش در روز قیامت هر کسی که عمل رو ترک میکنه جزایش از جنس عملش هست. عملش در این دنیا چگونه بود؟ عمل نداشت، مخالف دین عمل میکرد، پس جزایش هم همچنین است که به عملی بد جزای بد است. پس زمانی که کبر کردند و پایبند به عمل و به اطاعت الله نشدند و به الله سرخم نکردند، به الله خضوع نکردند، در نزد الله خود را شکسته نگرفتند، پس عاقبت این کبر و غرورشون انمین بود که خار و زار و شرمنده و البته که از همه حقیرترین انسانها در روز قیامت شدند و به جهنم داخل شدند. پس ترک کننده عبادت، هر کسی که عبادت رو بالکل ترک میکند، کاملا ترک میکند، به شکننده اعراض، به شکننده اسلام اعراض، دهمین شکننده دین داخل می شود. شیخ محمد بن عبدالوهاب گفتن لا یعلمه ولا او لا یعمل به، کسی که دینش رو تعلیم نمیگیرد، عمل نمی کند، کسی که به آموختن دینش وقت ندارد، دینش رو نمی آموزد. دین در نزد او یک چیزی بیهوده است، توحید در نزد او یک چیزی بیهوده است. اعوذ بالله، انسان کبر دارد، نظرش نمیگیرد و عبادت رو بالکل ترک کرده و باز خودش رو مسلمان میگیرد. این انسان به شکننده دین، به شکننده اسلام واقع شده است، به کفر ایبا و استکبار و امتناع داخل شده است. کفر ایبا سرکشی، کفر استکبار کبر و غرور، کفر امتناع استمرارا ترک کردن عمل، این یک نمود کفر امتناع است. پس این چنین یکی از شرط های صحت لا اله الا الله که 7 گونه است، 7مین شرط رو ترک کرده است، شرط انقیاد، یعنی همیشه پابند بودند در عمل. همون وقت لا اله الا الله سعی می شود که انسان پایبند در عمل باشد و انجام بدهد عمل ها را، عمل کردن و آشکار کردن. پس بارک الله فیکم، البته که به این اصل اهل سنت و الجماعت که هر کسی که عمل رو بالکل ترک میکند کافر است، یا که هر کسی که جنس عمل رو ترک میکند کافر است، مرجئه ها از قدیم تا حاضر به این اصل اهل سنت و الجماعت مخالف هستند. مرجئه ها تارک العمل را، ترک کننده تمام نمود عمل ها را، ترک کننده همه عبادت ها را، ترک کننده جنس عمل را مؤمن می شمارند و کافر نمیگویند، تکفیر نمی کنند. زیرا که اصل مرجئه این است که عمل ها، عبادت ها این رکن ایمان نیست، بلکه شرط کمال ایمان است. یعنی مرجئه ها میگن که عمل این از ایمان است، اما این رکن ایمان نیست، اصل ایمان نیست، شرط صحت ایمان نیست. یعنی به عمل هم ایمان صحیح می شود. عمل فقط کمال کننده ایمان است. یعنی اگر عمل کنی درجات بالا می رود، اگر عمل را اصلا نکنی هم تو مسلمانی، لیکن درجات پستر است، ایمانت کمی ناقص است. و این اصل مرجئه ها است. از همین جهت علما میگن هر کسی که بگوید که ترک کردن جنس عمل، یعنی عمل را بالکل ترک کننده اش کافر نمی شود، این اصلی مذهب مرجئه را گفته و این چنین انسان را مرجئه گفته می شود. بارک الله فیکم. پس بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت میگویند عبودیت القلب تستلزم عبادت الجوارح. عبودیت قلب، پرستش قلب، عبادت کردن قلب لازم می شمارد که جسم انسان هم عبادت بکند. یعنی زمانی که یک قلب انسان در عبادت الله هست، اعتقاد قلب و عمل قلب صحیح شده، قول قلب و عمل قلب صحیح باشد،
درست باشد، انسان حتما با جسمش عبادت را انجام میدهد. و این یکی از بزرگترین قاعده دین و اصول ایمان است که به همین قاعده و به همین اصول هم مرجئه ها خلاف برآمدند. مرجئه میگن که در دل ایمان شدنش ممکن است در حالتی که انسان اصلا عمل نکند. یعنی انسان اصلا عمل نکند هم در دلش ایمان شدنش ممکن است و این انسان رو مؤمن و موحد گفته می شود. اما اهل سنت در جماعت میگویند هر کسی که عمل میکند این دلالت میکند که ایمانش در قلبش هست، صحیح است، و هر کسی که عمل رو بالکل ترک میکند این دلالت میکند که عملش عبودیت ندارد. و الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیه 1 میگه و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، همونو که الله را اطاعت کنید الله را و رسول الله را اگر از جمله مؤمنین باشید. یعنی معنیش این است که هر کسی که الله رسول را اطاعت میکند مؤمن است و هر کسی که الله رسول را اطاعت نمیکند از جمله مؤمنین نیست. بارک الله فیکم. پس از اینجا فهمیده شد که عبادت یک نمودی دیگر، یک نمودهای دیگری دارد از جهتی یعنی به وجود آمدنش. ببینید اولین نمود عبادت از جهتی پیدایشش این عبادت قولی، قلبی، باطنی، اعتقادی است. عبادتی که این از سخن قلب است، از قول قلب است، درونی هست، در درون انسان است و این اعتقاد گفته می شود، عبادت اعتقادی که متعلق به اقوال میگیم، به قول قلب است. برادران و خواهران عزیز، این قلبی که ما در درون داریم اساس همین است، عقل در قلب است و اصل ایمان هم در درون قلب است. وقتی که قول قلب صحیح شد، عمل قلب و عمل جسم و عمل زبان صحیح می شود. البته یکیش به دیگریش درست نمی شود. ممکن است که انسان فقط با قلبش مؤمن باشد و اما عمل نکند یا که با زبانش مؤمن نشد. این ناممکن است. حتما باید زبان، قلب و عمل جسم همش باید به وجود بیاد و بعد از این ایمان در نزد اهل سنت و جماعت به وجود میاد. پس بارک الله فیکم، همین قلبی که ما داریم به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم قلب 50% قلب این سخن قلب است، قول قلب است، اعتقاد، هر یک مسائل اعتقادی که است، ایمان آوردن، باوری کردن، یعنی باوری کردن، قبول کردن، تصدیق کردن، ایمان آوردن و باور کردن و تصدیق کردن و قبول کردن الله، رسولش، ملائکه‌اش، کتاب‌هایش، روز قیامت، تقدیر نیکی و بدی و دیگر تمام مسائل اعتقادی علمی که هست، نظری علمی اعتقادی که هست، این بچه است از قول قلب است. شما باور میکنید، عمل نمیکنید، فقط شما اینجا قبول میکنید و تصدیق میکنید، اقرار میکنید. ایمان لغتا چیست؟ تصدیق و اقرار، یعنی همون به قلبتون تصدیق و اقرار میکنید. این نمود عبادت رو بگویم تصدیق کردن، معرفه، اعتقاد جازم به صحت، به صدق مرسلین میگن. یعنی 100% اعتقادی جزمی میکنید، 100% که تمام دین صحیح هست. البته این رسولانی که الله فرستاده است با همه این کتاب ها و خبرهایی که دارند همه‌اش صدق است، همین قبول میکنید، تصدیق میکنید و اعتقاد میکنید. عمل میکنید، اینجا عمل وجود ندارد. اینجا فقط میدونید، به فکر، به عقل میفهمید، قبول میکنید، اقرار میکنید، تصدیق میکنید. این اولین نمود عبادت است که اگر همین نمود عبادت صحیح شود باقی مانده عمل ها صحیح میشن. اگر شما با اعتقاد قلبیتون 100% باور بکنید، باوری جازمی یقینی، به این معنا که اقرار کنید، تصدیق کنید، قبول بکنید، البته که بعد از این شروع می شود نمود دوم عبادت. نمود دوم از جهت پیدایشش عبادت قول زبان است. وقتی که قول دل، سخن دل صحیح شد، قول زبان و سخن زبان هم ظاهرا که این زبانمون صدا میبرد صحیح میشد. این عبادت متعلق به سخن زبان است، به مانند تسبیح کردن، ذکر گفتن، شکر، دعا و قسم به الله سبحانه و تعالی خوردن و امر معروف و نهی از منکر کردن و غیره. این هم عبادت است که باید باشد. عبادتی که اگر با زبان به وجود نآید، در حالت قدرتمندی انسان نگوید، ایمانش صحیح نمیشد. به مانند گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، انسان باید نطق بکند. نطق کردن لا اله الا الله برای مسلمان شدن این شرط صحت. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته میتواند، شهادت را گفته میتواند، نمیگوید، اسلامش قبول نیست، باید بگوید. این دومین نمود عبادت است، عبادت
قول زبان. و بعد از این عبادت نمود سوم عملی زبان. البته قول زبان عملی زبان هر چیز است. بگیم عبادت سوم این عبادت عملی است. اول به کجا شروع میکنیم؟ عملی درونی قلبی اعتقادی. یک قسمی قلب گفتیم این قول قلب بود، فقط اعتقاد میکردید، اقرار میکردید، قبول میکردید، تصدیق میکردید. انا کنون قسم دومی قلب این عمل است، قول نیست، عمل میکند. قلب شما باقی مانده 50% دیگرش عمل دارد، عملی درونی قلبی اعتقادی. باز میگردد متعلق است به عمل قلب. بمانند محبت این عمل است، این اعتقاد نیست. یعنی محبت رو اقرار و تصدیق کردن، بلکه عمل باید کنید. ایمان آوردن به الله یعنی الله را شناختن، فهمیدن، آموختن و بعد از این قبول کردن، تصدیق کردن، اقرار کردن، یقینی، جازمی 100%. اما محبت عمل میکنید. محبت عملی که یعنی الله و رسولش دوست بدارید و اون چیزهایی که الله دوست می‌دارد اون رو دوست بدارید و اون کسایی رو که الله دوست می‌دارد دوست بدارید و مؤمنین و موحدین رو به خاطر الله دوست بدارید. اما با همراهی الله کسی رو دوست ندارید یا کسی رو زیادتر از رسول الله و از الله دوست ندارید. هم الله رو و هم غیر الله رو برابر الله دوست ندارید. محبت 4 نمود است. محبت الله و رسوله و محبت ما يحبه الله و محبت لله. این 3 نمود این ضرور است که دوست داشتن الله و رسول، دوست داشتن اون چیزهایی که الله دوست می‌دارد و دوست داشتن به خاطر الله، دوستی و محبت کردن به خاطر الله. محبت نمود 4مش این محبت مع الله است. محبت و دوستی کردن با همراهی الله. این شرک است. هم الله را دوست بدارید و هم قبر، مزار یا چیزی دیگری رو به خاطر برابر الله دوست دارید. برای اون که مشرکا هستند که یک پیشوای خودشون یا یک کسی دیگر رو برابر الله دوست می‌دارن. این شرک است. مسلمان باید از همه چیزی که زیاد دوست می‌دارد الله و رسول باشد، حتی از فرزندش، زنش، از خودش. لا یؤمن احدکم حتی بگیم اكون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان یک از شما کامل نمیشه و تا همون زمانی که من دوست داشته تر باشم برای او از پدر و مادرش، از زن و فرزندش و از خودش. ما باید از خودمون الله و رسول را زیادتر دوست بداریم. و البته اقرار یا که رجا، توکل، خوف، خشیه، رهبه، رغبه، انابه، توبه و صبر، رضا، حیا، توکل، اینها همه اش عبادت های عملی قلبی هست که انسان همه این عبادت رو به الله باید انجام بده. امیدش الله باشد، توکلش به الله باشد، ترسش از الله باشد و رغبتش الله باشد، بازگشتش به شو الله باشد، توبهش به الله باشد، صبرش به خاطر الله باشد، رضا از الله باشد، حیا و شرمش باشد. اینها عمل های قلبی است. بارک الله فیکم. و بعد از این عمل به وجود میاد عملی جسمی، عملی فعلی ظاهری، عمل هایی که انسان به جسمش میکند، عبادت هایی که به جسم انجام میده. این عمل هایی هست که به جوارح انسان انجام، بمانند نماز، بمانند سجده، رکوع، قیام، حج، طواف، ذبح، نذر، سیله رحم یا که بر الوالدین، نیکی کردن به پدر و مادر، کمک کردن محتاج ها. این همه این عمل های ظاهری است و بالکل همه این چیزهایی که ما گفتیم همش عبادت گفته میشود. پس برادر و خواهر موحدم بنگرید، عبادت با زبان هم هست، عبادت با قول قلب و عبادت با عمل قلب، با سخن قلب، با عمل قلب و عبادت با جسم. وقتی که همین عبادت ها رو فقط به الله انجام دادید، شما موحد هستید، در حقیقت توحید الوهیت رو به جا آوردید. اما یکی از همین عبادت ها به غیر الله صرف بشود، والعیاذ بالله، انسان به شرک واقع شده، به شرک اکبر واقع شده است. مثلا هر کسی که به زبانش دعا کند، صدا دعا کند و دعایش این آیا دعا کردن این عبادت است یا نیست؟ بله، عبادت زبان است، بله عبادت زبانی است. سخن زبان است، بله سخن زبان است، عملی زبان است. هر کسی دعا بکند غیر الله را، در اینجا از یک چند جهت به شرک واقع میشد. اولا عبادت زبانی را به غیر الله صرف کرده شده است. دوما طلب که این عبادت است از غیر الله کرده شده است. سوما همین را جایز گفته و این شرک اعتقادی است. والعیاذ بالله. یا که عبادت قلبی، هر کسی که توکل به غیر الله بکند، هر کسی که امیدش غیر الله باشد، هر کسی که سبحان الله بگویم خوف از غیر الله داشته باشد، یا هر کسی که محبتش نسبت یک چیز
از الله سبحانه و تعالی زیادتری و برابر الله باشد. البته که این عبادتی عملی قلبی عملی قلبیش رو باطن رو به غیر الله صرف کرده و مشرک شد. یا هر کسی که در اعتقاد قلب تصدیقش و اقرارش کامل نباشد، این به شرک ربوبیت واقع شد. بینگرید عبادت های زبانی، عبادت های سخنی قلب، عبادت های عملی قلب و عبادت های عملی جسم است. عبادت های عملی قلب این عبادت های هست که به توحید الوهیت دلالت میکند و عبادت های سخنی قلب این عبادت های هست که به توحید ربوبیت دلالت میکند. توحید ربوبیت رو ما به شما از همین جهت بیان کردیم که توحید ربوبیت توحید علمی نظری، توحید معرفه هست. این توحید ربوبیت مکانش اعتقاد قلب است. هر کسی که اعتقادش خوب نباشد به الله، به ملائکه، به کتابها، به رسول و به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی، پس این مشکلش در توحید ربوبیت است. کفر و شرکش در توحید ربوبیت است. اما هر کسی که در عملی قلب به غیر الله عمل قلبش رو انجام داد و در عملی قلب مشکلی وارد شد، بداند که در توحید الوهیت مشکلی است. پس بارک الله فیکم، این چنین عملی جسم، عبادت های جسمی وجود دارد که انسان وقتی که بالکل ترک میکند به ترک جنس عمل وارد شد و به شرک تعطیل وارد شد و البته که این انسان رو مشرک و کافر گفته می شود. هر کسی که به جسمش عمل نکند، او ایمانی که به زبان آورد و اون ایمانی که با قول قلب عمل قلب دارد فایده ندارد. پس همه این عبادت ها رو، عبادت زبان، عبادت اعتقاد قلب، عبادت عملی قلب و عبادت عملی جسم رو انسان باید به کی انجام بدهد؟ تنها به الله رب العزت و الجلال. هر کسی که عملی جسم رو بیاید نماز خواند به غیر الله، سجده بکند به قبر و به غیر الله، به انسان و به کسی، رکوع بکند به کسی، قیام بکند به خاطر عبادت به کسی، سرش رو تراشد به همچین عبادت به خاطر کسی، حج بکند و طواف بکند در بگیم حجش رو بریا بکند، یا که طواف بکند در گرد قبر کسی، ذبح بکند به جن یا که به شیطان یا که به قبر، نظر بکند به قبر جن شیطانی والعیاذ بالله، البته که به شرک واقع شد. سبحان الله. پس برادران و خواهران موحدم، همه این عمل ها که از زبان به وجود می آیند، از سخن دل یا که از عمل دل و از عمل جسم، همه این عمل ها را گفته می شود عبادت و ما باید در همه همین نمود عبادت توحید داشته باشیم. یعنی توحید در عبادت، این عمل ها را یگانه به الله انجام بدیم. به غیر الله کمی هم کسی این عبادت ها را انجام بدهد به شرک واقع می شود و الله من شما را به خاطر همین خلق کرده است که ما هم زبانان، هم با اعتقاد قلب، هم با عمل قلب و هم با عمل جسم الله را یگانه خودش را عبادت بکنیم و یگان نمود ذره از این عبادت ها را به غیر الله انجام ندهیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من انسان ها و جن ها را خلق نکردم مگرم به خاطر اینکه ایوحدون، یگانه مرا عبادت بکنند، تنها و یکتا مرا عبادت بکنند. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، من امر نکردم مگرم اینکه یگانه مخلصین خالص مرا عبادت بکنید و خالصانه همه دین را به الله انجام بدید. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی مهمی که از جانب عبادت باید بفهمیم. بارک الله فیکم. شما فهمیدید که پس عبادت ها دو نمود بوده است. عبادت هایی که فعل است، عبادت هایی که انسان انجام میدهد، یک چیز را به وجود می آورد به انجام دادن واجبات یا مستحبات، یعنی نماز میخواند، طواف میکند و روزه میدارد، حج میکند، اینها عبادت های عملی هست. ذکر میکند، امر معروف میکند یا دیگر از مستحبات رو به جو میآورد. عبادت های فعلی، یک فعل رو به جو میآورد، این عبادت است و این عبادت فعلی هست. و دومین نمود عبادت، عبادت ترک است. انجام دادن یگان چیز نه، ترک کردنی اون چیزهای حرام و مکروهی که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده است که ترک بکنیم. نخوردن مرده، نخوردن خون، نخوردن خوک، ننوشیدن شراب، زنا نکردن و شرک را
به الله انجام ندادن، سجده به غیر الله نکردن، واسطه و توسل‌های غیر شرعی را انجام ندادن و البته که دیگر کارهای محرماتی که از گناه کبیره است اینها را ترک کردن، همه چیزهایی که الله امر کرده است که ترک بکنید، ترک کردن همین عبادت است. از این جهت اگر نظر بکنیم اهل توحید به نهایت همیشه در حالت عبادت هستند، در حالتی که همه در کوچه ها، در بازارها، در مکانهای فساد، در مکانهای قبر پرستی میکنند، شراب نوشی و زنا و اعوذ بالله دیگر کارهایی که الله غضبش میآید و از این کارها راضی نیست انجام میدهند. مؤمن و موحد این کارها را انجام نمیدهد و به عوض این به دیگر کارهای خیر مشغول است، یا که به تلاوت قرآن مشغول است، یا که در خانه اش نشسته است، یک کاری مباح را انجام میدهد. پس وقتی که انسان کاری حرام را ترک کرد، عبادت را انجام داد. ترک هم عبادت است. پس اگر ما ترک کردن یک عمل را، یک چیز را عبادت بگویم، پس ترک کردن همون محرمات هم ما به خاطری باید کی ترک بکنیم؟ به خاطر الله سبحانه و تعالی. هر عملی رو که انجام میدیم، عبادت فعلی که انجام میدیم، به خاطر الله انجام بدیم و هر چیزی رو که ترک میکنیم به خاطر الله ترک بکنیم. زنا رو ترک کردی، به خاطر الله ترک کن، نه به خاطر کسی. شراب رو ترک کردی، به خاطر الله ترک کن. شرک رو ترک کردی، به خاطر الله ترک کن. اعتقاداً ترک کن. اعتقاد کن که همین چیز رو الله امر کرده است، من به خاطر همین ترک میکنم، به خاطر رضاگی الله سبحانه و تعالی ترک میکنم و به خاطر نائل شدن به جنت الله و نجات یافتن از دوزخ الله ترک میکنم. با همین نیت ترک میکن. اما کسی که گناه ها رو ترک میکند، شرک رو انجام نمیدهد، زنا نمیکند، دزدی نمیکند، لیکن این عمل ها رو فقط نه به خاطر دین، نه به خاطر قصد الله، نه به خاطر نیتش الله، بلکه خود به خود نمیکند، این عبادت حساب نمیشود. چرا که انما الاعمال بالنیات، تمام عمل ها وابسته به نیت است و انما لكل امرئ ما نوى، و هر یک انسان با وابسته به نیتش ثواب از این عملش میگیرد. هر کسی که عمل رو ترک کرد و نیتش الله بود پس عبادت است، و نیتش غیر الله بود پس این شرک است، و نیتش چیزی نبود این اصلا این چیزی نکرده است. پس از همین جهت برادران و خواهران عزیز، اصل و اساس تمام عبادت این نیت است. اصل و اساس تمام عبادت نیت است. نیت اگر نباشد عبادت شما اصلا باطل است. نیت رکن عبادت است. اما نیت را به زبان انسان انجام نمیدهد، بلکه نیت را به قلب انجام میدهد. وقتی که پیش از یک عمل را شروع کردن از جایتون میخیزید، فکر میکنید که حالا من میرم فلان عمل را انجام میدهم، همین نیت شد. و در همین نیتتون باید کی باشد؟ الله باشد. قصد شما کی باشد؟ الله باشد. اراده شما کی باشد؟ الله باشد. انا همین توحید الوهیت است و انا من طلبات لا اله الا الله محمد رسول الله است. لا اله الا الله چیست؟ غیر الله را ترک میکنید، الا الله، الله را اثبات میکنید. به چه چیز اثبات میکنید؟ الله را یگانه تنها بودنش را اثبات میکنید و الله را در همه حال تنها خودش را قصد میکنید. انا مین است. همه عبادت قولی، عملی، قولی زبان، قولی قلب، عملی زبان، عملی قلب، عملی جسم را تنها قصدتون به کی است؟ به الله است و به الله به قصد الله انجام میدید. اراده شما الله است، نیت شما الله است. اما انسان وقتی که در انجام دادن عبادت نیت و قصدش و ارادهش غیر الله است، البته که به شرک واقع میشد. از همین جهت شرک اراده و شرک قصد و شرک نیت وجود دارد. یک نمود شرک اراده، شرک قصد، شرک نیت است. یعنی انسان در انجام دادن عملش نیتش، ارادهش، قصدش غیر الله بود. یکی از نمودهاش ریا است. یکی از نمودهاش بگویم والله اعلم نفاق است و غیره. پس از همین جهت من باب اگر فایده بگیم از جهت حکم عبادت، از جهت حکم های عبادتی که تعبدی تکلیفی هست، عبادت به 4 نمود تقسیم شده. یعنی عبادت هایی که واجب است، انجام دادنش واجب است. واجب به معنای فرض عین است، فرض است. در نزد جمهور علما واجب و فرض هر دو یک کلمه است و باید انسان انجام بده. نماز، روزه، حج، زکات اینا فرض است. عبادت هایی که مستحب است، کردنش ثواب است. و عبادت هایی که ترکش بگویم عبادت های ترک است، یعنی ترک کردن چیزهای حرام و ترک کردن چیزهای مکروه. یعنی عبادت هایی که
انجام داده می شود و عبادتایی که انجام داده نمی شود. عبادتایی که انجام داده می شود یا واجب یا مستحب است. عبادتایی که انجام نباید، عبادت انجام ندادن، عبادت ترک هم به دو قسم تقسیم میشه: ترک کردن محرم و ترک کردن مکروه. گفتیم عبادت ترک کردن حرام هم عبادت است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به عبادت است به شما بیان میکنیم و بعد از این باز به مسائل دیگری که در توحید است ان شاء الله میپردازیم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.